سلام خدمت دوستان عزیز، من مریم هستم و با یه جلسه آموزش خیاطی دیگه در خدمت شما. خب بچه‌ها، قبل از اینکه بریم سراغ آموزش امروز ازتون میخوام که من لایک کنین، سابسکرایب کنین تا یوتیوب فیلمای منو به افراد بیشتری نشون بده و من هم انرژی بگیرم برای آموزش‌های بعدی. خب بچه‌ها، من تصمیم دارم چند نکته مهم در مورد خیاطی رو تو چند تا پارت ضبط کنم و براتون بذارم که ببینید چه نکته های مهم هسته. شاید بعضیشون تا حالا به گوشتون خورده باشه و خیلیش هم نخورده باشه. خب بچه‌ها، نکته به نکته میرم جلو. میتونید یادداشت برداری کنین، میتونن که خودتون یاد بگیرید. خب یک سری از سایزها رو حتما باید بر روی افراد اندازه گیری کنیم. این اندازه ها شامل چیه؟ شامل دور کمر، دور باسن و دور سینه هستش. 2. لباس هایی که تنگتر هستن نیاز به ساسون بیشتری به نسبت لباس های گشاد دارن. 3. برخی از ساسون ها مثل ساسون سرشانه به فرم اندام و نوع لباس بستگی داره. خب 4 مورد چیه؟ الگوها 2 دسته هستند: الگوهای عمودی و الگوهای افقی. 5. الگوهای عمودی عبارتند از بلندی باسن، قد آستین، بالاتنه جلو، بالاتنه پشت، بلندی حلقه. 6. الگوهای افقی عبارتند از کارور جلو، کارور پشت، دور کمر، دور گردن، دور باسن و سینه، دور مچ، بازو و سرشانه. 7. برخی از اندازه ها مثل بازی یقه، قد آستین و بلندی لباس به سلیقه خود خیاط بستگی داره و قانون خاصی نداره. 8. هنگام اندازه‌گیری دور گردن باید متر رو به صورت خوابیده استفاده کنیم. خب 9. همیشه بالاتنه جلو از بالاتنه پشت بزرگتره. خب 10 چیه؟ دلیل تفاوت اندازی دو طرف بالاتنه چیه؟ برجستگی سینه در جلو و برجستگی باسن در پشت. 11 مورد، برای بازوهای بزرگتر باید سرشونه هم بزرگتر کنیم. 12. هر بخشی از بدن که برجستگی بیشتری داشته باشه باید روی الگو بیشترش کنیم. 13. هر بخشی از بدن که فرو رفتگی بیشتری داشت باید بر روی الگو کمش کنیم. 14 مورد، ساسون بر اساس سایز فرو رفتگی و برجستگی های بدن گرفته میشه. 15. اندازه‌گیری دور سینه به لباس زیر مناسب بستگی داره. بچه‌ها، اگه لباس زیرمون مناسب نباشه اندازه هامون کم و زیاد میشه. خب بچه‌ها، من حدوداً یه 14-15 تا نکته تو این پارت بهتون گفتم. نمیخوام پارتم خیلی طولانی بشه. نکته‌های بعدی رو تو پارت‌های بعدی براتون میگم که فوق‌العاده نکته‌های شیرین هستش که حتی شنیدنش هم براتون لذت بخشه. خب تا آموزش بعدی شما به خدای بزرگ میسپارم. لایک یادتون نره. خدا نگهدارتون.